افغانستان در چند سال اخیر در یک وضعیت بسیار حساس قرار دارد. متاسفانه وضعیت امنیتی بدتر شده. ما حضور گروه‌های مختلف تروریستی و شورشگری را شاهد هستیم. به اساس آمارهایی که دولت ما و کشورهای دیگه پخش کرده، بیش از 20 گروه تروریستی از داعش گرفته تا ETIM تا IMU و گروه مثل TTP، طالبای افغان و گروه های دیگه تروریستی و غیر تروریستی شورشگری در افغانستان فعالیت دارند. به مو خاطر است که مردم افغانستان روزانه قربانی بسیار بلند را میپردازند، چون وضعیت جنگی هست، تنش وجود داره. افغانستان بعض بخش‌هاش ناامن است. این روی کار و محصوریت کار رسانه ها و خبرنگارا هم تاثیر منفی دارد. تا 90% پوشش خبری ما در رابطه با جنگ و ناامنی است. بنابراین امنیت و خبرنگاری جنگی بخش عمده کار ما را تشکیل میده، چون چالش و جنجال شماره یک مردم افغانستان است. در تاجیکستان هستند گروه‌ها و سازمان‌هایی که ممنوع اعلام شدند از طرف دادگاه و همکاری با آنها برای خبرنگاران تاجیک یک نوع خطر ایجاد می‌کند. آیا در افغانستان هم چنین وضعیت وجود دارد؟ در افغانستان قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را به تمام شهروندان افغانستان تضمین کرده. ما میتونیم با هر کسی صحبت کنیم و هر نوع گزارش را پخش کنیم. البته بدون شک خبرنگار هم به عنوان بخش از جامعه منافع ملی کشور خود را باید در نظر بگیره. بنابراین این تصمیم به دست خود خبرنگار است که با کی مصاحبه کنه با کی نه. اما هدف ما این است که هر گزارش را که تهیه میکنیم متوازن باشه، با دقت تهیه شود و خطر به امنیت ملی افغانستان نباشه. اما ما متاسفانه بسیاری از پوشش نشراتی ما مرتبط به جنگ هست و در اینجا ما دیدگاه‌های طالبان و گروه‌های دیگر هم به خاطر حفظ توازن در خبرهای خود می‌گنجانیم. و شما که پیوسته موضوع مبارزه با تروریسم را پیگیری میکنند، به ویژه شبکه تلویزیونی طلوع، آیا شما اطلاع دارین که در صفوف این نیروها، این گروه‌ها و سازمان‌ها افراد شهروندان تاجیکستان نیست هستند یا نه؟ چون خلای حکومتداری وجود دارد در افغانستان، حاکمیت قانون سراسری نیست. گروه‌های تروریستی در افغانستان آمدند تا از افغانستان با عنوان یک تخته خیز استفاده کنند، کشورهای دیگر را به شمول تاجیکستان آماج قرار بدهند. حضور دارند در بخش‌های مختلف به شمول بخش‌های مرزی ما و شما. بنابراین من فکر می‌کنم یک تحلیل درست است که شهروندان کشورهای متفاوت به شمول تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در افغانستان بخشی از گروه‌های تروریستی بین‌المللی هستند. مردم تاجیکستان هم از آن نگرانند که گروه‌های تروریستی می‌توانند از مرز افغانستان با تاجیکستان عبور کنند و داخل کشور ما شوند. آیا به نظر شما نهادهای قدرتی افغانستان اون نیرو را در اختیار دارند که از این امر جلوگیری کنند؟ ما بدون شک تلاش خود را میکنیم. مردم افغانستان، دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، اما نیاز به همکاری بیشتر بین‌المللی هست. تروریسم یک پدیده جهانی است، دشمن انسانیت است، دشمن مشترک همه ما هست. اونها تنها دشمن افغانان نیستند. ما در خط اول جنگ با تروریسم قرار داریم و به نمایندگی تمام از منطقه می جنگیم. بنابراین نیاز به همکاری مشترک کشورهای منطقه هست. خوشبختانه رئیس جمهور ما هفته آینده میآید تاجیکستان، آقای اشرف غنی. بنابراین این هم میتونه کمک کنه به همکاری‌های مشترک دو کشور.